سلام، خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره، چون که تو ویدیو قبلی خیلی گفته شد این کیفیت صدا و داستان و بده، اینجا قراره برنامه ادوبادیشن اول نصب کنیم، مراحل نصبش رو میگیم، بعدش هم اون روش‌های نویز کنسلینگ و دینویز و اینا رو بهتون میگم. من میکروفون ندارم، این نکته رو بگم. از یه برنامه از WO مایک از اون استفاده میکنم. حالا بریم سراغ مراحل نصبش. اول یه نسخه نصب استخراج کردم، درست استخراج نشد. الان اینجا پاک کردم قبلی و دوباره آدرس میدم، این میذارم، بعد استخراج میکنیم، منتظر میشیم تا استخراج بشه. تا استخراج که شد این فایل رید میشد. الان این نگاه میندازم، چیز خاصی نداره، از صاف 98 گرفتم، ورژن 2021 شانس. فقط گفته نصبش کن استفاده کن. ستاپ باز میکنیم، ران از ادمین میزنیم، یه سری دسترسی اگه خواست خودش میگه، ولی لزوم ضروری هم نیست. حالا همین دیگه. این حجم درایو سی رو چک میکنیم و کنتینیو میزنیم که نصب یکم صبر میکنیم. برنامه خیلی حجیم نیست و سریع چیز میشه، نصب میشه. یه کوچولو صبر کنیم زودی نصب میشه. ادیتم احتمالاً کات بکنم این چیزا رو که زودی نصب شه. خب ما بعد اینکه نصب کردیم با پیغام اینستال کامپلیت باید مواجه بشیم و به درستی نصب بشه. و نصب که میشه میبینیم شورتکاتش رو دسکتاپ نیست، واسه همین تو استارت منو تو رسنت اپ که میاد میتونیم بریم اوپن فایل لوکیشن کنیم، بعد اون شورتکاتی که تو استارت منو ساخته رو سنتو کنیم و بزنیم تو رو دسکتاپ بیاد. حالا شورتکاتش که داریم میتونیم از اینجا اجراش کنیم، رو دسکتاپ اجراش میکنیم، صبر میکنیم تا باز بشه. باز که شد همچین پنجره‌ای میاد و یه پنجره اون وسط ولکام اسکرینشه که زیاد مهم نیست و راجع به آموزش برنامه و این داستاناست میبندیمش. بعدش این محیطش به این شکله و از قسمت نیو پروژکت ما دو بخش عمده دارم، یه وی فرم و یه مولتی ترک. الان من اینجا تو بخش مولتی ترک دارم پروژه میسازم که واسه میکس کردن و کارهای چند لایه صدا استفاده میشه، نه این که بخوایم یه دینویز ساده. ما تو این ویدیو کلا قراره یه دینویز انجام بدیم و چند تا افکت و این داستانا واسه برطرف کردن نویز استفاده کنیم. واسه همین از بخش وی فرم استفاده می‌کنیم. بازم یه پروژه جدید می‌سازیم، یه اسمش میدیم، اوکی می‌کنیم. تنظیماتش هم میشه تغییر داد، ولی پیش‌فرضش هم کافیه به کارمون میاد، همین که هست. خب بعد اینکه این برنامه رو تو محیط این فایل جدید باز کردیم، نیو زدیم، فقط دکمه ریکورد رو می‌زنیم. اون دیوایس ورودیمون که همون گوشیمون باشه با برنامه WO مایک چیز شده، یه نسخه دسکتاپش رو بعد نصب کردم. الان یه نمونه دارم اینجا رکورد میکنم، جلوتر پخشش میکنم. و اینکه یه نمونه رو خود گوشی نصب میشه. تنظیمات دیولپر آپشنز بخش USB دیباگینگ هم باید فعال باشه که بتونیم گوشیمون رو تبدیل به میکروفون کنیم. این هم آیکون برنامه‌ش، نسخه اندرویدش هم همین آیکون رو داره و از روش‌های مختلفی مثل وایفای و بلوتوث و USB. الان من با USB وصل کردم گوشیمو به عنوان میکروفون استفاده کنم. و اینکه اینم تو برنامه دیگه تو ادوبادیشن رکوردامون از این به بعد انجام میدیم. الان یه نمونه هم دارم رکورد میکنم دیگه. خب کاری که تو ادامه ویدیو قرار انجام بدیم اینه که این فایلایی که تو ادوبادیشن به این شکل که تا الان گفتم رکورد میکنیم و باید روش افکت اعمال کنیم و نویزش رو برطرف کنیم تا یه صدای با کیفیت تو خروجیمون داشته باشیم. و روال کارم همینه دیگه. تو همون بخش وی فرممون اون فایل رو رکورد میکنیم، بعدش هم افکت اعمال میکنیم تا اون نویز اول برطرف شه، بعدش هم اگه افکت خاصی مد نظرمون هست و اعمال کنیم. حالا یه نمونه رو ببینیم، جلوتر انجام میدم. 1 2 3 1 2 3. خب من اینجا سلام. اول از همه بگم که تو ویدیوهای قبلی خیلی اشاره شد که صدای ویدیو بد بوده و اینا، برای همین من همینجور که اول ویدیو خب همونجور که دیدین صدا نویز زیادی داشت. حالا ما واسه اینکه اینا رو برطرف کنیم، کاری که باید بکنیم اینه که از بخش اون بالا افکت رو میبینین، اونو از اون قسمت بیشترین کارمون تو برنامه آدیشن اون بخش افکته. از اون بخش حالا دو روش داریم که جلوتر میگیم چجور میتونیم اعمال کنیم. یکیش افکت رکه
یکیش هم اینه که هر لحظه ما افکتمون رو اعمال کنیم. این بخش مربوط به نویز و اینا میریم و تو بخش افکت بعد دینویز رو اینجا انتخاب میکنیم. دینویز رو که بزنیم همچین پنجره‌ای باز میشه. ما فقط این اسلایدر پایین سر و کار داریم. 25% به نظر کافی میاد واسه شروع. بیشتر نویزهای متعارف و واسه همون از بین میبره. این تاگل هم واسه اون بخش افکت ترکه، حالا اینجا هم گذاشتن نمیدونم، ولی همینو که اعمال کردیم و اپلای میزنیم، حالا نتیجهش هم جلوتر میبینیم. خیلی برنامه‌ایه که همه چی داره، ولی خب کاربر مبتدی هم باشه میتونه باش کار کنه. حالا ما مبتدیم دیگه، همین اپلای میکنیم. الان نمونهش هم میبین نتیجهش به چه شکلی. 2 3 1 2 3. خب من اینجا سلام. اول از همه بگم که تو ویدیوهای قبلی خیلی اشاره شد که صدای ویدیو بد بوده و اینا، برای همین من همینجور که اول ویدیو دیدین برنامه ادوب ادوشن رو نصب کردم. حالا تو این ویدیو قراره یکم ادیت. خب همونطور که دیدین یه بخش عمده از نویزها با همون دینویز ساده رو 25% برطرف میشه. حالا ما یه سری چیزای دیگه هم جلوتر میگم بهتون که بتونیم نویزها رو تخصصی تر رو، ولی خب حوصله بخوایم هرچی نویز بیشتر برطرف کنیم باید وقت بیشتری براش بذاریم، اون افکت بیشتری اعمال کنیم، دینویز بیشتری انجام بدیم. الان من این نمونه‌ای که ضبط میکنم آخر ویدیو براتون میذارم، اون خروجی که داره ببینید چقدر مثلا تغییر کرده به نسبت ویدیو قبل. میتونیم بذاریم با ما یه خلاصه‌ای که آخر ویدیو مثلا کل ویدیو گفته باشیم. خب الان بخشای دیگه این افکت‌ها رو بخوایم چک کنیم، میتونیم بریم سراغ خود نویز ریداکشن. الان جلوتر میرم از همون بخش قبلیه، مربوط به نویز و این داستانا. نویز ریداکشن رو باید بزنیم و اینکه اون بخشه یکم تخصصی تره، بخوایم حرفه‌ای تر نویزها رو برطرف کنیم میتونیم ازش استفاده کنیم. به جز اون هم ما یه آتو کلیک هم داریم تو همین بخش، دیدینش بکنم این نویز ریداکشن. اینجا میبینید این نویزها رو میتونیم به صورت تخصصی تر و حرفه‌ای تر بخش بندی کنیم، برطرف کنیم هر بخشی که سلکت میکنیم. ولی خب ما زیاد کاری باش نداریم، واسه کار عمومی ما مثلا زیاد کاربردی نداره. این افکت هم یه ادیت ویدیو هم روش انجام میشه، اونجا همین نویز ازش برداشت. آتو کلیک هم میتونیم چیز کنیم، ولی همین دینویز کارو داریم، هر وقت چیز کردیم میتونیم اینجا اپلای کنیم اون دینویز بشه، اون برطرف شه نویزاش. یه بخش دیگه یه کارمون هم میتونیم بیایم، مثلا یه صدای خشخشی بوده، یه نویز ناگهانی، یه تیکه ویدیو بوده، میتونیم اونو به تنهایی چیز کنیم. این هم بخش افکت ترک که گفته بودم، این قسمت میتونیم از تو همون بخش افکت ها اضافهش کنیم و چند تا افکت رو همزمان اضافه کنیم. مثلا چند تا افکت نویز رو من اضافه میکنم تو این ویدیو و بعدش اون پایین دکمه اپلای بزنیم چند تا همزمان برامون اعمال بشه و میتونیم خاموش روشنش هم حتی بکنیم. یه سری لایه بندی طوره، این چیز خوب و کاربردی است که میتونیم استفاده بکنیم. حالا علاوه بر اون ما یه بخش دیگه داریم که گفتم اگه بخوایم مثلا یه نویز ناگهانی و مثلا یه صدای مثلا وسط ویدیو باشه اونو در بیاریم برطرف کنیم و نخوایم اون به صدا، نمیتونیم کات بزنیمش، فقط میخوایم اون نویزه حذف بشه. واسه همین این بخش اگه بگیریم درگ کنیم بیاریم رو به بالا، همین این خط افقیه رو یه همچین نمودار موج مانندی میبینیم که این نموداره چیزه، این نویزها رو برامون میتونیم زوم کنیم اون قسمت و اون نویزه توش مشخص میشه و اونو برطرفش کنیم. الان این نمونه هم انجام میدم، ولی خب اگه بخوایم به صورت کامل چیز کنیم این چیز میشه. اگه بخوایم کامل خیلی وقت گیره، بخوایم روی ویدیو کامل از این استفاده کنیم و همون دینویز برای اینجا. سلام، اول از همه بگم که تو ویدیو خب من این
جاد سلام. خب من اینجا سلام. خب من اینجا یک دو سه. خب من اینجا سلام. اول از همه بگم که تو ویدیوهای قبلی خب از اینا که بگذریم میتونیم ما چیز کنیم، از آتو کلیک هم استفاده کنیم. بازم یه روش دینویز کردنه که بیشتر صدای کلیکاف و صدای ناگهانی رو واسه همون برطرف میکنه. ولی خب زیاد حسابی روش نیست. بخوایم دقیق اینا رو برطرف کنیم باید گفتم که باید زوم کنیم روی این ویو فرم، روی این موج صدا و دونه دونه اونا رو یا کات بزنیم یا اون نویزه رو برطرف کنیم. حالا به هر شکل یه چیز کلی بخوایم به کارمون میاد. از تو افکت تک هم میتونیم اون افکت هامون همه رو بذاریم و دونه دونه خاموش روشن کنیم، اضافه کنیم و آخر کار یه اپلای بزنیم. اما پایین اون چیز یه افکت دیگه اضافه میکنم واسه برطرف کردن نویز. حالا وقتی که رو رکوردم هست ما نمیتونیم فیلتر و افکت اعمال کنیم، حتما باید از رکورد خارج باشه. حالا علاوه بر اینا از همین بخش، از بخش افکت ترک، ما میایم همون بخشی که دینویز رو انتخاب کردیم اون واسه چیز کلیک رو انتخاب میکنیم. اتوماتیک کلیک، آتو کلیک بهش میگن. یک دو سه. خب من اینجا سلام. اول از همه بگم که تو ویدیوهای قبلی خیلی اشاره شد که صدای ویدیو بد بوده و اینا، برای همین من همینجور که اول ویدیو دیدین برنامه ادوبادوشن رو نصب کردم. حالا تو این ویدیو قراره یکم ادیت کنیم رو صدای، نویزاشو برطرف کنیم و این داستانا. بعد میکروفون هم ندارم واسه همین یه برنامه این WMI کلاین یه نسخه اندرویدش هم نصب میشه. بعد این مدل ها مختلف. الان از کمک USB وصل شدم کانکتم نشد. تو کانکشن که برید اینجا کانکت بزنین با وای فای و بلوتوث و همه چی میتونین وصل بشین. ولی خب من USB وصل شدم که مثلا دیلیش کمتر باشه. حالا کاری که میخوایم بکنیم اینه که این چیزا نویزای همین صدایی که داریم رکورد میکنیم تو آدیشن و این داستانا رو برطرف کنیم دیگه، که ویدیو با کیفیت تر بشه به حساب. دیگه چی؟ همین دو بخش اصلی داره این آدیشن، یکی ویو فرم، یکی مالتی ترک. من اول مالتی ترک ساختم، فکرم فقط خب من اینجا سلام. اول از همه بگم که تو ویدیوهای قبلی خیلی اشاره شد که صدای ویدیو بد بوده و اینا، برای همین من همونجور که اول ویدیو دیدین برنامه ادوبادوشن رو نصب کردم. حالا تو این ویدیو قراره یکم ادیت کنیم رو صدای، نویزاشو برطرف کنیم و این داستانا. بعد میکروفون هم ندارم واسه همین یه برنامه این ریداکشن رو میزنیم و دینویز یه 20% نویزش اینجور کم کنیم ببینیم چه جور میشه. خب این تا اینجا اوکی. حالا اینم باز دوباره این بخشو بعد نویزشو بگیرم و احتمالاً کات بزنم از 1 دقیقه و 30 ثانیه به بعد. کار بعدی که میکنیم پارامتریک اکولایزر، اون بخش های پس رو 80 هرتز میذاریم، صدای شفاف میشه. مثلا 150 هرتز رو 2 دسیبل کم میکنیم، 300 هرتز رو 1 دسیبل کم میکنیم، همینجور ادامه میدیم. یه سری نویز کولر و فن رو مثلا میگیره. این خوبیش اینه. خب یه چیز دیگه هم که بود، ما میتونیم بیایم مثلا بخش افکت، این چیزا شو افکت ترک رو بزنیم یا شورتکات آلت و صفر.
اینو که بزنیم اینجا اینجا اضافه میشه. اینو که بزنیم میتونیم افکت ها رو مثل اون چیزای فتوشاپ هست بتونیم به ترتیب بذاریم، بعد خاموش روشن کنیم، اضافه کنیم. این فلشو که بزنیم، اینو که بزنیم، البته الان در حال پخش غیر فعال، اینو که بزنیم افکت ها میان همه. بعد میتونیم کم و زیاد کنیم و خیلی به کارمون میاد. این به جای اینکه مثلا افکت بزنیم آندروید رو کنیم خاموش روشنش کنیم، افکت ها رو به ترتیب هر طور بخوایم هم دایره بندی بذاریم، مثل لی‌آوت فتوشاپ میشه تقریبا. اینا هم به کارمون میاد. از اونجایی که من این ویدیو رو صرفا گذاشتم واسه آموزش ادوب ادیشن و اون برطرف کردن اون نویز و این داستانا، واسه همین نمیشه همزمان هم رکورد کنم هم برطرف کنم، مجبورم پاز کنم اینجور بشه دیگه. و این پایین اگه میبینید بکشیم بالا، این یه سری از نویزها مثل صدا خشخش و اینا رو میتونیم به کمکش برطرف کنیم. اون بخشی که نویز هست ولی خب وقت بذارید دیگه، اون نویز رو میشه به کمکش برطرف کرد. اون زوم میکنیم اون قسمتی که نویز هست و راحت میشه دیلیت زد یا کات کرد اون نویز رو. حالا یه بخش اولش رو امتحان میکنم نشونتون میدم. حالا به همین روالی که دیدین این تیکر رو انجام دادم، باید همه این صدا رو که ضبط میکنین این نویزاشو برطرف کنین. از اونجا که من حوصله ندارم این تیکر رو واسه آموزش فقط برطرف میکنم. ویدیوهای اولم که هستن زیاد روشون حساس نیستم دیگه. حالا جلوتر شاید بیشتر دی نویز و این داستانا رو انجام بدیم. ولی این افکت ترک هم خوبه، مثلا میتونم یه صدا واکی تاکی هم بندازم این پایینش خودش بی‌کیفیتش کنه، حساب ویدیو میشه خود. خب به جز اینم ما میتونیم چیز کنیم، صدای خشخش و کلیک و اینا هم برطرف کنیم. حتی همون افکت ترک من اینو اضافه میکنم بهش، همون بخش 1 2 3 1 2 3 اتوماتیک کلیک ریموور. خب من اینجا سلام، اینجا این اول از همه بگم که تو ویدیوهای قبلی خیلی اشاره شده که صدای ویدیو بد بوده. خب حالا علاوه بر اینا اگه ما بخوایم صدای اون نفس کشیدن و اینا رو از چیز صدای نفس کشیدن رو حذف کنیم، مثلا صدا نفس کشیدن بلند باشه، از بخش افکت میریم و amplitude and compression اما اولیه اینجا داینامیک باید بزنیم. داینامیک رو باید الان چون رو رکوردم من نمیتونم رکورد رو استاپ کنم و از اینجا تنظیماتش رو اعمال کنم. من اینجا انجام میدم شما ببینید. خب همونطور که میبینید این خیلی از اون اولش بهتر شد. بعد این سمت چپ هم اون تو افکت ترک ما میتونیم اینا رو خاموش روشن کنیم، افکت‌ها رو که تفاوتش رو ببینیم با قبلش. ما از دینویز استفاده کردیم، آتو کلیک ریموور هم استفاده کردیم. به جز اینا میتونیم سراغ پارامتریک اکولایزر و کمپرسور و هارد لیمیتر هم بریم، ولی خب لزومی نداره حالا واسه این ویدیو. حتی هم اینجا کفایت میکنه تقریبا. این نکته پایانی هم بگم، این که اگه میخوایم واقعا کیفیت صدا خوب بشه با از اولش تیکه به تیکه چک کنیم، با اون موجه بود این پایین با اینا تطابق بدیم، اون اضافه رو سایلنت یا دیلیت کنیم. و این نیست که یه افکتی مثلا باشه معجزه کنه صرفا همش رو از بین ببره. و اینم از ویدیوی امروزمون، امیدوارم خوشتون اومده باشه و این حرفا. خداحافظ. من یه نکته که یادم رفت، وقتی که اون رکوردتون و این داستانا تموم شد، کاری که باید بکنیم بیاین گزینه فایل و سیو از رو میتونین بزنین الان چون روی رکورد غیر فعال، یا اکسپورت. من با اکسپورت میرم یه خروجی WAV ازش میگیرم و اونو تو برنامه ادیتمون آخر کار به اون چیز ویدیومون اضافه میکنیم و اینجوری هم یه خروجی ازش داریم و همین دیگه. نمونهشو با هم دیگه دیدیم و این ویدیو هم آخرش تقریبا. مثل پایان ویدیو من سایت آموزش 365 رو معرفی میکنم. همه آموزشاش رایگانن و همونطور که میبینین هر چی سرچ بزنین براتون میاره. من آدیشن رو سرچ میزنم و همونطور که میبینین آموزش راجع به ادوب آدیشن برامون میاره. امیدوارم ویدیو براتون مفید باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیوی دیگه خداحافظ.